ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادگان باز دری خود را بر روی شما می‌گشاید. باز از خودشناسی و خود آگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه‌های دلبری صحبت می‌کند. آزادگان به شما راز می‌گوید، نیاز می‌آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می‌نماید. باید بگوییم که این سفر هم آزادگان از 6 فصل عبارت است. از 6 عالمی راز، از 6 دنیای صوت و نوا، از 6 گفت و گذار، از 6 لحظه های دلاویز. فصل اول: فرزند باید انسان دلیری و قهرمانی و خودشناسی فرزندان تاجیک در گذشته و امروز. فصل دوم: آلیه سخن، اندیشه مرد سخنسنج و صاحب ذوق محمد رجب شریپов درباره شعر و شاعری. فصل سوم: نفسی دلکش، خواجه حافظ و سازهای موسیقی در اشعار او. فصل چهارم: دانش اندر دل، دانش آموزی و اهمیت آن به انسان از نگاه خردمندان. فصل پنجم: جامی موسیقی شناس، موسیقی در حیات مولانا عبدالرحمن جامی و رساله موسیقی. فصل ششم: ترانه های دلانگیز، سخنی چند درباره ربایی و ربای سرایی، ربایات شاعر صاحب دل سفر امیرخان. فرزند باید انسان. شهید بلخی گوید: 4 چیز از همه کس نکوست، جوان مردی و داد و شکیبایی و خرد را کار بستن. دلیری، ناترسی و شجاعت بی‌مثل عامل خودشناسی است. یکی از خصلت‌های حمیده نیاگان ما سرفراز و دانایی و سرخم نبودن است. وقتی که درباره کارنامه‌های گردان دلیر و رستم بازو و پهلوانی شایسته کارزار سخن میگوییم، به محابا سیمای سپیتمین و مقنع، ابو مسلم و شیرک، تیمور ملیک و واسع در پیش نظرمان گردان می شوند. هر یکی صفحه درخشان تاریخ خلق تاجیک می باشند که با کارنامه خیش لرزه به جسم و جان عدوان زده. از همین جهت شاهنامه ابوالقاسم فردوسی بازگوی شجاعت بی‌مثل نیاگان ما به شمار می رود و شاعر نیکو گفته: دلیری ز هوشیار بودن بود، دلاور سزای ستودن بود. خلق تاجیک درباره قهرمانش 1001 قصه و روایت دارد. یکی از آنها: بعد از آن که عبدالله خان ازبک به خراسان تاخت، روز در سیستان عبورش بر سر قبر رستم افتاد و با طوری شماتت این شعر را خواند: سر از حق بردار و ایران ببین، به کامی دلیران توران ببین. و گفت: ندانم اگر رستم قادر گفتن بود چی می گفت. یکی از وزرای او که ایران نژاد بود گفت: اگر هر آینه خشم نگیری خواهم گفت. گفت: بگو. گفت: اگر قادر گفتن بود می گفت، چو بیشه تیهی از نره شیر، شغالی به بیشه درآید دلیر. پهلوانان محمد هم جان و تنه، سفر پس آمده در رو صف شکنه، دست زوری جانی بی پرده ما نبره، برای سینه که و باقی ما سپره، دست زوری جانی بی پرده ما نبره، برای
باقی ما سپریم با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم علمانی در دل و در طینت ماست بگی افکار و عمل نیت ماست زنده داریم از دل و جان رسم نیا زنده ماند پهلوی از همت ما زنده داریم از دل و جان رسم نیا زنده ماند پهلوی از همت ما با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم قهرمانی در دل و در طینت ماست یکی افکار و عمل نیت ماست بر ما در روی جهان افتاده پسند سری بالا قلبی توانا روحی بلند بس که ما هم دل به همه آزاده گیریم بشکند یک دل همه ما بشکسته دیریم بس که ما هم دل به همه آزاده گیریم بشکند یک دل همه ما بشکسته دیریم با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم وطنی را تا به زمانها بود نیاز و دلی زور و بسر و بر روحی فراز روحی رستم هم نفسی آینده ماست من و ناموس پیکره پاینده ماست روحی رستم هم نفسی آینده ماست ننگ و ناموس پیکره پاینده ماست با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم با وطن ما خود هم بدنیم سپری ناموسی وطنیم گردان شجاع و دانا در سخن و سخنوری و شعر و شاعری هم دلیر میدان بحث و مناظره بودند. مرد باید مردانه رفتار کند، مردانه گوید و مردانه به میدان حرب و ضرب براید. دل بزرگ و روح توانا باید باشد. بیباکی کن شکیب مردان این است، سر به کف گیر زیب مردان این است. حیف است چو زن به رخش گلگون نازی، خون گرم بکوش زیب مردان این است. آره، دلیری و ثباتکاری و وفا فضیلت مرد است. از ازل خلق ما به مشق و اسب سواری مشهور گشته بود. تاجیکی گردنکشی لشکر شکن، بهترین نیزور و تیغ زن. یک لحظه بسیار عجیبی تاریخی که در کتاب محمود حکیمی تاریخ تمدن ویژه جوانان آورده شده است باعث سرفرازی و افتخارمندی ماست. وقتی دشمن آرزو می کند چون این فرزندی دلیر و ناترس و شجاع داشته باشد، این خود شکستی روحی آنها را نشان می دهد. حالا بیایید آن نگاشته را پیشکشی شما شنوندگان بیدار دل نمایید. در آن هنگام که مغولان تحت رهبری چنگیز به ایران تاختند و کشتند و سوزانیدند، تنها سلطان جلال الدین خوارزمشاه به پای مردی برخاست و آنها را به سطوح آورد. مقاومت جلال الدین چنگیزیان سنگدل را به اعجاب واداشت، اما سرانجام روز او و سپاهی اندکش را محاصره کردند. مغولان از جلال الدین خواستند که تسلیم شود، اما او نپذیرفت و تا ساحل رود سیند مقاومت کرد و مغولان می‌کشت. پس از کشته شدن همه یارانش، مغولان به کشتن او نیز امیدی فراوان داشتند. اما ناگهان جلال الدین دلاورانه به رود سیند زد، امواج آن را شکافت و با اسب خویش خود را به سوی دیگری رودخانه رسانید. چنگیز که خود نظاره‌گر این صحنه بود گفت: خوشا به حال پدری چنین فرزندی. حمیدی شاعر معاصر این داستان را به شعر درآورده
در پایان می گوید: به فرزندان و یاران گفت چنگیز، اگر فرزند باید انسان. این یک لحظه بسیار حساس و شایسته تحسین است. باید چنین جسور و ناترس بود. وطنداری از ایمان است میگوید. وطن فرزندان دلیر و شجاعتمند خود را هیچگاه به کنج فراموشی ننهد. مخصوصاً نام جهان پهلوان سید مومن رحیمов زمانی افسانه شده بود. با نام او افتخار داشتیم. امروزها چون آگاهی میابیم از کارنمایی های جهان پهلوانان دلشاد نظرов، رسول باقیев، کامران استاپیریان، بهروز خواجه‌زاد و اختراع شخصان دانا و صاحب مقام خوشنود میشویم و میگوییم: زیهی ای فرزان فرزندان و آزاد زادگان تاجیک. ثنا باد به آن جهان پهلوانانی با ننگ و عار و ناترس که علمبردار ملت و دولت ماست. دلیری کن که میدان از دلیر است. منم اونو قاب کوهی با فضای تو سرور، منم اونو قاب کوهی با فضای تو سرور، بینها دستی نمارا با هوای باد و باران، بینها دستی نمارا بهوای باد باد. صدای رد قرار دل دشتت با لرزد، زی صدای رد قرار دل دشتت با لرزد، نمرا هراس باشد زی صدای رد قرار، نمرا هراس باشد زی صدای رد قرار، منم اونو قاب کوهی با فضای تو سرور، منم اونو قاب کوهی با فضای تو سرور، دلها دستی نمارا با هوای باد باد، دلها دستی نمارا با هوای باد باد.
کجای تو چه داری کبوتر راه زندگی رو تو چه داری کبوتر راه زندگی رو دل به غمی که داری با پناه شاخ و سار دل به غمی که داری با پناه شاخ و سار منم آنو تو به کوهی با فضای تو سارم منم آنو تو به کوهی با فضای تو سارم دلها در سینم را با هوای بادبان دلها در سینم را با هوای بادبان دلها در سینم را با هوای بادبان دلها در سینم را با هوای عالیه‌ی سخن. عالیه سخن شعر است، شعری والا، شعری زاده عشق و زاده دلی لبریز از محبت. از این رو گویند شعر دردانه عقل است. شاعران اصیل دور و گوهر سفته، شعرهای دلاویز سراییده. شاعری به هر کس دست ندهد، هوای و هوس نازم آورد نه شاعر. حالا خوبش بیایید به اندیشه های یک نفر مرد سخنسنج و صاحب ذوق محمد رجب شریفов توجه نماییم. همه شاعر نمیشه، لیکن همه شعرخوان شدنش ممکن. همون شعر چخیلی که خوراک میخورید شما با یک کیفیتی که لذتش میفهمید، شعر همین خیلی است. اگر که شعر فهم باشید و معنی نظر و صاحب نظر باشید، خدا همین شما را همین صفت داده باشد، محبتتان نسبتی شعر چنان زیاد میشد که شعر نویسی از خاطرتان میبرد، نه که معنی نظری از خاطرتان نمیبرد. بیدل میگد که معنی نظران دورند از وهم غلط فهمی، نارنج زخن سیب است، لیموس نمیگویم. سیب و لیمو فرق کردن در کار. این همون خواننده ذکی میفهمد. زند صاحب میگوید که زند پیشتر متاع سخن رایگان مبود، گرد کسوده از پی این کاروان مبود. شعر بلند پا به سر عرش می نهاد، خورشید پایمال به هر آستان نبود. یا بیدل میگفت که غازه حسن ادا آسان نمی آید به دست، فکر خانه ها میخورد تا رنگ میگیرد سخن. یعنی معنی برجسته چون سرو میباید بلند، ورنه هر کس میتواند مصرع موزون کند. یعنی این بیت های کلاسیکا گفتن، من به فکر من، به نظر من اینها هیچ وقت کنه نمیشن و هر کسی که خودش در جاده در بحر شعر، معنی شعر اگر شناور میگفته باشد، شناوره را توند به این برزند، نتوند نزند. چرا؟ من نظر من، این نگاه من، شعر بلند اندیشی بلند را بسیار طلب میکنه، نظری بلند، معنی نظری بلندترین طلب میکنه. و من بسیار میخواهم که چنانه که لایق از رودکی سر کرده تا همه عصر 20 تمام ادبیات کلاسیک خواند، چنان معنیش فهمید که در ضمن همون گفته ها هر یک و یکی همین کلاسیکای ما چیزهای بلندترین بیت ها، شعرهای الهیده، غزلهای الهیده آفرید که خواننده حاضره اگر بدل اون نفهمن لیکن لایق عین زمان میفهمن، شعر شما را میگریاند، شعر شما را رقص می‌دارد. نه که خواندن یک طرفو مقایسه کردن در کار. اگر هم تو خوانده یاد کردن گرید یگان معنی ندارد. حالی همه من اهل ادب قطعی شناس هستم، دوستای بسیار دارم، شکری همونها میکنم که همونها
ادبیات باز یک اندازه زنده می‌دارن، لیکن با یک چیز تاکیدآمیز میگویم که همین ما خواهیم که شعرمان مثل شعری لایق باشد، ماندگار باشد و هزار میلیون سالهای دیگر ماند. مثل لایق نشویم ممکن که کوششی مثل لایق شدن داشته باشیم. سینو میگوید که میل من بر منتهای مقصد عالی بود، پایه پایان نباید هیچگاه خاطر مرا، وانگهی که وارسم بر قله مقصود خود، یا که در این راه خواباند اجل آخر مرا. یعنی قصد کنیم به اون مقصد که ما سخن به درجه بلند میرسانیم، هیچ کس نرسانده است، نمیرساندم، نه که هم میل ها و خواهش های به درجه بلند رساندن ما را داشته باشیم، خدا هم قبول میکند بنده ها را. انمی میل ها در لایق به درجه بسیار کافی بودن. برای همین از شاعره ها و از همین نویسنده های حاضره بسیار آرزو دارم، شکرم میکنم که شاعر میگیرن، شعر گم نمیشه، همینه. لیکن شعر بلند نویسن در کار، شعری که کسی خواندش. یعنی حاضر همین لایق کدام کسی رو گوید لایق میدانه، همین خودش بسنده هست برای شاعر. به بیت لایق در یکان جا محفلت نیست، به بیت لایق باشه. ادبیات که آدم زنده می‌دارد، یعنی دوستی رو مستحکم میکنه. چقدر شما با ادبیات اگر محبت داشته باشید به دوستان محبت دارید. شعر عموما سرچشمه اساسی یا کلید اساسی است که دوستی ها رو مستحکم میکند. همین جمهوری ما را ببینید جناب عالی به سخن چقدر توجه دارند. هر یک سخن جناب عالی میگوید یک بار وجود آدم وجس میکند و با پا میخیزید که خدا بشور که همگونه نفر با سرور دولت شده است. از شاعر و نویسنده های حاضر بسیار التماس بسیار دارم که خواهش بسیار دارم که اگر شعر نویسن کتاب های بسیار حجم کلان در کار نیست، همین یک شعر نویسن که دنیا را تک کند. ما را دنیا به شاعر ما میشه. امیدم دارم که شعر بلند نویسن، شعر بلند خوانن. میگویم که ای آن که پای کوه به دامن شکسته ای، یک ذره صبر هم بر من بیقرار بخش. لایق شعرش هست که میگوید که زمین سخت کوهستان دلی نرمم عطا کرده است، درشت هم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است. به مثل کوه یک رویم، بسان چشم حق گویم، چنین بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده است. زمین سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده، درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است. زمین سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده، درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده. و مثلی که یک رویم به سانی چشم حق گویم، چنین بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده. و مثلی که یک رویم به سانی چشم حق گویم، چنین بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده. میانی که ها بگریختم از دست جبر ظلم، و من تاریخی سنگین دل جفا روی جفا کرده. میانی که ها بگریختم از دست جبر ظلم، و من تاریخی سنگین دل جفا روی جفا کرده. جدا بودم زی هم خونان کی به پل بود دریا،
سری که سری چشم دیرم از غم نوا کرده. جدا بودم زی هم خونان کی بپردود دریاها، سری که سری چشم دیرم از غم نوا کرده. جهان یک روز بی ترک از این مای پر شراری ما، جهان یک روز بی ترک از این مای پر شراری ما، کی بر ترکی وطن ما را پیا پی مبتلا کرده، کی بر ترکی وطن ما را پیا پی مبتلا کرده. زمین سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده. درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده. زمین سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده. او شاعر نیست، لیک به قدری سخنی بلند میرسد. شاعر را با یک بیت، با یک شعر زاده طبعی گوهربارش میتوان شناخت. محمد رجب شریپوف دل حساس و سخنشناس دارد. میدانید که شعر از ترکیب وزنی خشوع، لفظی شیرین و قافیه متین عبارت است. پیش از همه استعداد فطری و ذوق بلند داشتن شاعر مهم است. شعر از توصیف هنرمندان است که با زبان موزون و هیجان انگیز مقصد و غایه را بیان نماید. شاعر بازار صابر شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. از ازل شعر نبود، شعر را حضرت زردشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است. شعر او شعله آتش، شعر او شعله آتش، آتشش شعله شعر. سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست، گرمی روی عجم این همه از گرمی اوست. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. جلد شاهنامه به قرآن عرب بنگر، سال 1000 است که در پیکار است. عرصه جنگ و مبارزه او عرصه جنگ بزرگ وطنی است. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. کس به شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود، کس نمی رفت به شیراز نبود حافظ اگر، بلکه شیراز نبود در نظر اهل نظر. شاعران را مسپارید
نبوسیده به خاک. بلخ با مولوی بلخی اگر روم گرفت، کرد یومگاندره را ناصر خسرو یونان. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. نه به نقش رستم، نه به تخت جمشید و نه با مشهد طوس، به دو سرواده خیام شناسند ایران. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. شعر پیوند خوجند است کمال، خواجه کمال. قلمش شاخه پیوندی قندک بود است، غزلش قندکی شعر. گرچه در گوشه تبریز بود مرقدی او. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. دوش در قطعه هند داربازی بودگر، ماربازی بودگر، چشم بندی بودگر، اقبال نبود، چون که علامه اقبال نبود. شاعران را مسپارید نبوسیده به خاک. تاجیکان صبرم بود اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان. کتابی تاجیکان صبرم بود اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان. زبانی دهلوی رنگی توتی کرده شعری پهلوی چشم قامو صوتی نوروزی عجم همچو ینگوشت عجم را کرده جم چشم قامو صوتی نوروزی عجم همچو ینگوشت عجم را کرده جم. ایمان از
تاجیکان صبرم خود اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان اکثری تاجیکان گردد کتابی تاجیکان. نفسی دلکش. آهنگی دلنشین و روحنواز می‌وزد از آن غزل‌های خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی. هر غزل، هر بیت و مصرع این شاعر معروف موسیقی دارد، آهنگ عشق دارد. خود شاهاثر موسیقی خلقمان شش مقام گواه است که زیاده از 26 غزل او با آهنگ درآورده شده. عجیب آن که سراینده این نیست که به غزلهای او رو نآورده باشد. غزلهای او جاده دلی لبریز از عشق و امید، جاده احساساتی بلند آسمانی است. هر سخن خواجه حافظ دارای آهنگ، اصولهای رنگامیز موسیقی بوده و این اقتداری توأم کلام او را دوچند کرده است. می نگارد عالم شناخته اسکرعلی رجبوف. او می افزاید پیوندی ناگسستنی شعر حافظ با موسیقی در هر مصرع به خوبی ظاهر شده و هر وزن شعری که در او غزل روح بخش آفریده است، همین نظام و توأم نوای و کلام جاذبه، افاده و روحیه تازه کسب کرده است. بله، شعر حافظ شیرین سخن با آهنگش ما را اسیر کرده، با عالم زیبایی پیوسته. در مصرع‌های بیت‌های او ما گاهی ناله نی را میشنویم و گاهی موج زدن چنگ را و گاهی به نوا آمدن رود را احساس میکنیم و گاهی دیگر خروشیدن رباب را. بیایید به چند بیت این شاعر بزرگ و فرزانه رو آوریم. رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاص رقصی که در آن دستی نگاری گیرند. در غزل دیگر آمده ساز چنگ آهنگ شیرت، سهل مجلس جای رقص، خال جانان دانه دل، زلفی ساقی دامی را. یا اینکه حدیث عشق که از هر دو صوت مستغنی است، به ناله دف و نی در خروش ولوله بود. گلبونی اش می دمد، عاشقی گل ازار کو. گلبونی اش می دمد، عاشقی گل ازار کو. بادی بهار می وزد، باده خوشگوار کو. بادی بهار می وزد، باده خوشگوار کو. هر گلی نازی گرخه یاد همی کند، ولی یاره گوشی سخن شنو کجا، دیده ای احتبار کو. گوشی سخن شنو کجا،
دیده اعتبار کن. گفت مگر زلال من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی خود را تو اختیار کن. حافظ اگر چه در سخن خزینی گنجی متست یاره، از غمی روزگار دور طبعی سخن گذار کن. از غمی روزگار دور طبعی سخن گذار کن. گلبونی اش می دمد عاشق گل ازار کن. بادی بهار می وزد باده خوشگوار کن. گوشی سخن شنو کجا دیده اعتبار کن. ما می توانیم که هم از جهت تصویر و تشبیه و وابسته به سازهای موسیقی مثالهای بسیار بیاوریم. شهرت حافظ شیرین سخن در آهنگناکی، در روانی و لطیفی غزلهایش بوده هر روز و همه روز دلها را اسیر می گیرد و با خود هم ساز و هم نوا و هم آوا می نماید. با گفت خود او در آسمان چه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره برقص آرد مسیحا را. دیگر آن است که بگوییم حافظ در غزلهایش نام این یا آن مقام و یا سرودها را خیلی روان و پرمعنا استفاده کرده. خود نام سرود خسروانی، اصفهان، حجاز، عراق، نهفت و غیره را ما در بسیار غزلهای شاعر دچار می آییم. برای مثال فکندی زمزمه عشق در حجاز و عراق، نوای بانگی غزلهای حافظی شیراز. نوای مجلس ما را چو برکشد مطرب، گه عراق زند گه اصفهان گیرد. و یا لحن ارمان و بیتی پهلوی، زخمی رود و سمای خسروی. صنعت بلند و ناتکرار سازنوازی، آوازخوانی، موسیقیدانی و تصنیف آفرینی چهره های بزرگ موسیقی ما در قلم سیر آفرین حافظ مضمون افاده تازه کسب کرده و مخصوصاً در ساقنامه، مغنینامه و یک سلسله غزلهای صنعت اجرا کنندگی باربد مروزی را یادآوری نموده است. خود شعر و موسیقی پیوندی ازلی دارد، لیک در غزلهای حافظ شیرین ادا آهنگ روح پیدا کرد. سحر سخن دلها را فرا گرفت تا به اوج ثریا رفته رسید. به نظر چنین می رسد که هر مصرع، هر بیت و یا غزل در هوای این یا آن آهنگ هنگام سرودن، زمزمه کردن تولید شده. خود غزلی مشهوری بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم گوای این گفته هاست. چه خوش است این غزلهای روان و پرشور و شوقی حافظ شیرازی در سرودها
در آهنگهای رامشگران هر روز و هر لحظه خاطر ما را نوازش می‌دهد، ما را به عالم زیبایی میبرد و ما را هشدار می‌دهد که از زبان حافظ شیرازی بگوییم: باد صبا چو بگذری بر سری کوی آن پری، قصه حافظش بگو تازه به تازه، نو به نو. خودرو آوردن و غزلهای حافظ شیرازی و چند بیتش را آوردن برای ما گرچنده از بحر قطره باشد هم یک جهان معنا می دهد. دل ما را به نوا می آورد، صدای رامشگران ممتاز به گوش می رسد. برای آنکه خود اصل غزلهای او آهنگ عشق دارند، زمزمه روح دارند، لطافت و نفاست دارند، صمیمیتی والا دارند. آخر شعر حافظ همه بیت و غزلی معرفت است. آفرین بر نفسی دلکش و لطفی سخنش.
اندازیم حیاره ای جانی دانش اندر دیل. دانش انسان را معتبر نماید. در چشم خرد و بزرگ دانشمند عزیز است، لایق حرمت و احترام است. دانش رهکشاست، دری دل را منور سازد، انسان را نیک بین و نیک اندیشه سازد. از این رو خردمندان عالم به دانش و دانشمند هماهنگ شدن را میپسندند و برای آنها از دار دنیا هیچ چیز را دریغ نمی‌دارند. استاد استادان ابو عبدالله رودکی همین است که گفته: دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. ستایش دینیش از جانب آزادگان و فرزان فرزندان همیشه در مد اول می ایستد. آخر انسان اگر به دانش پیوندد جمله مشکلات آسان شود، همه گره های حیات آهسته آهسته گشاده گردد. دانش چراغ است، نور در ظلمت است، فیض و پیشروی خلق و ملت است. هر ملت را با دانشمندانش شناسند، با عالمانش اعتراف کنند. نباید یاد
نباشد مزه نباید یادم بسی که خود را بدان خیرد از با کند مگر چند دیلداری بالا کند که خود را بدان خیرد از با کند مگر چند دیلداری بالا کند مگر چند دیلداری بالا مگر چند دیلداری بالا کند توانا بود هر کی دانا بود 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 توانا بود هر کی دانا در کتاب طوفة الملوک ابو حرس محمود اصفهانی در دانش نام گرفته. مؤلف بیشتر به گفته خردمندان و بزرگان تکیه کرده دانش و اهل دانش را ستایش کرده است. آدمیان را معلوم و مصور است که بهترین چیزها دانش است. با چنین جمله آغاز می‌یابد آن باب. حکمای پارس گفتند بهترین همه چیزها دانش است و آن کس را که نفس او به حلیه زیب و زینت علوم آراسته نیست او از دایره انسانیت بیرون باشد و نتیجه آن نفس جهل باشد. شرف از دانش است که از عالم هیچ نادان شرف نیاورده است. نوشیروان عادل گفته است سری همه نیکی ها دانش است و شرفی بزرگ از دانش است و نیک بخت بود آن کس که یاری او دانا بود. خردمند گوید که تا این دو فر به دانش به مردم رسد نه بزر. چو دانا شود مردی بخشنده کف مرو را رسد بر حقیقت شرف. منوچهری گفته است که دانش چون چراغی روشن است که اگرچه بسیار چراغ‌ها از او برافروزند از وی هیچ کم نشود. چینیان گفتند که دانش آرایش و دین و دنیاست و همه چون بسیار شود خوار و ارزان گردد مگر دانش که هرچی بیشتر عزیزتر. ببینید در همه جا همه خلق دانش عزیز و عزیزتر است. به دانش و دانشمند احتیاج دارند. آرزومند آنند که دانش افروز هرچی بیشتر باشد. آرزومند آنند که دانش افروز هرچی بیشتر باشد تا دنیا پر نورتر و شایسته تر گردد. بطلیموس گفته است که دانش سری همه رایها و تدبیر هاست و گفتند که اگر دانش را فضل و شرف زیاد نبودی فرمان علما بر خاص و عام و دما و زنها اموال چنین نماندی و پادشاهان متابعت از رای و تدبیرهای اهل دانش نکردندی. عبدالشکور گوید گوهر گرچه بالا نبیش از هنر ز بحر هنر شد گرامی گوهر. سنگ دیل تو
جارو دریایی پره گوهر کن ای زلفی شب می سالش آنیم شب سحر کن چنگه کی زد دلی منه در عشقی مو نوا کن لبهایی به زبان رو زان شد پر شکر کن لبهایی به زبان روی زان شد پر شکر کنی چون 100,000 دوریه سمعی بسر تو داری یک دامن یزان دوره در کاری کور و کر کن مورس کی مور دارده زان سوی زهر رو در سر ورزان کی خواهی موره از زهری او گذر کن ورزان کی خواهی موره از زهر او گذر کنی او بست تلخ دریا در زیر گن جگوهر بیگذار زی آبی تلخشه تو زیر هم زبر کن خواهی درختی تو بیه نقشم سیحق تبریز خواهی تو ای شیواکیه در زیلی او سهر کن
خواهی تو ای شباکی در زیر او سحر کنی. حکما گفتند دانش به هنگام سختی دستگیری مرد است و به هنگام درماندگی یار و رفیق است و معاون و مظاهر است. آره، دانش و دانشمند سبب شود که خلق را، شهر را، مملکت را از بلاها، آفتها ایمن دارد. آن ثانیه که به شهر لشکر می کشند و می فهمند که در آنجا دانشمندی بزرگ زندگی می کند، قاصد می فرستند تا او از آن شهر بیرون آید و به لشکر آنها همراه گردد تا جانش ایمن ماند. دانشمند می گوید با خلق بودم، با خلق می میرم، چرا آنها را تنها گذارم؟ یکی از شاگردان آن دانشمند با آن شاهی لشکرکش می گوید عفو کن که اگر پشیمان شوی که چرا عقوبت نکردم، توانی عقوبت کردن و تلافی آن کردن، و اگر عقوبت کنی و پشیمان شوی که چرا عفو نکردم، تدارک آن دست ندهد که گفتند 4 چیز باز نتوان آوردن. سخنی گفته، تیری انداخته، عمری گذشته، قضایی رفته. این سخن آن شاه را خوش آید و دست از خونریزی کشد. همین است سخنی استاد رودکی: دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. بقراط گوید که ثمره دانش آن است که هر که او را حاصل کند از پایه کمتر به درجه بزرگتر رسد. دانش و دانشمند چراغی انجمن است و فرزندان را به آموختن و اندوختن، تلقین نمودن و از دانش بهره‌ور ساختن این وظیفه انسان‌های بیدار دل و عاقل است. همین است خلق آگاه و خودشناس. دانش ما را به مرتبه های بلند رساند، از جمله مشکلات خلاص سازد. دانش در گشای همه دل هاست. در چمن امروز بلبل مستی گفتاری خود است، کم در کوثرها در بندی رفتاری خود است. سر مغروری قد و گل محفی رخساری خود است، هر کی را بینم در این عالم گرفتاری خود است. کاری حق در طاق نسیان مانده در کاری خود است. روزگاری شد که در ویرانه‌ای هستم مقیم، میکنم پیوسته یاد از عهد یارانی قدیم. این ندا آمد به گوش از خاک موسی کلیم، خیزر آسوده است از تعمیر دیواری یتیم.
هر کسی را رو پی تعمیر دیواری خداست. خانه بردوشی ما را حاجتی دستار نیست، پیکری ما را لباسی تازه‌ای در کار نیست. سیدا ما را نظر بر دستی دنیا دار نیست، چشم صاحب چون صدق بر ابری گوهر بار نیست. سیدا ما را نظر بر دستی دنیا دار نیست، چشمی صاحب چون صدق بر ابری گوهر بار نیست. زیر باری منتی طبی گوهر باری خداست، زیر باری منتی طبی گوهر باری خداست. جامی موسیقی شناس. ما حالا می‌خواهیم درباره رساله موسیقی مولانا عبدالرحمن جامی کمی توقف کنیم. مولانا عبدالرحمن جامی همچون موسیقی شناس و عالم نقطه‌دان در این علم دانسته شده و در علم موسیقی تنها یک رساله دارد که آن رساله موسیقی است. از روی گفته ها و خود مؤلف در مقدمه این رساله در پیران سالی با خواهش و درخواست دوستان به میان آمده و در مقدمه می آرد می گوید گوینده این راز و سازنده این نقش دلنواز که در عنفوان شباب که آوان تحصیل و عنوان صحیفه قال و قیل بود، تشهید خاطر را به تعلم علم موسیقی آهن کرده بودم و قواعد علمی آن را به چنگ آورده گاه در قوانین تالیف آن لبی می کشودم و گاه در موازین ایقاعی آن دستی می زدم. اما با واسطه تقلب ادوار و تقلب حوادث لیل و نهار خاطر از آن افسانه فراموش کرده بود و لب از آن ترانه خاموش مانده تا در این ایام از ناسیه احوال بعضی کرام که آن داستان را شنیده بود و به آن داستان آرمیده چنان تفرس کردم که مکنونی ضمیر منیرش آن است که از آن ترانه صدای در گوش روزگار بگذارم. اقدام بر آن مرام نه مقتضای مقام این فقیر بود و اشتغال بدام مقال نه موافق حال این حقیر. اما به این معنی تجاهل کردم و روی توجه به جمعی رساله آوردم و از کتب این قوم منتقید و از اصول این طایفه مستنبیت. زبان این رساله گویا کمی به ما مشکلی دارد، لیک فکرها، اندیشه ها، ضرب و بم ها خیلی روشن و عالمانه بیان شده. از همه عجیب آن که آخر این رساله گویا آن زمان یک دستور بوده برای جوانان، طالب علمان و به این علم دلبستگان. در لباسی نیلگون چون جلوه کردی پری، در لباسی نیلگون چون جلوه کردی پری، ماه دیگر نمود رخ پرده نیلوفری.
ماه دیگر نمود رخصین پرده نیلوفری با لباسی آسمانی هر که دیدی مدرا شد برو چونو روشن که آفتابی دیگری شد برو چونو روشن که آفتابی دیگری شاخشم شادی پیچیده است نیلوفر بدان شاخشم شادی پیچیده است نیلوفر بدان سروی آزادی که دارد روسی گل برگی تری سروی آزادی که دارد روسی گل برگی تری ای برگی گل در غنچه نازک باشد اما در قبا برگی گل در غنچه نازک باشد اما در قبا ای گل خندان تو بسیار از آن نازکتری چند است ناچکم گردد جاه و حشمتت گر به چشمی مرحمت سوی غریبان بنگری قدر حسنت جامعی صاحب نظر دانست و بس قیمتی گوهر کسی نشناسد الا جوهری قیمتی گوهر کسی نشناسد الا جوهری در 500 المتحیرین شاگرد مولانا علی شیرین نوایی آید به تصنیف این رساله و ضرورت آن گفته استاد قل محمد از خردی موسیقی را می آموخت. چون در زود آموختن این شاههای خوب شهرت یافت فقیر خواستم که علم این فن را نیز یاد گیرم. به مولانا علی شاه بقا که در این فن بی بدل عصر است سپارش کردم. اگرچه حالا از کثرت استعمال افیون از خلیه عقل عاری مانده است. در آن وقت در این فن اصل الوصل را تصنیف کرد. بعد میر مرتاز و خواجه شهاب‌الدین عبدالله مروارید و مولانا بینایی در این فن رساله ها نوشتند. از آنجا که آن کس یعنی مولانا جامی به این فقیر عنایت و التفات داشتند رساله موسیقی و ادوار را نوشتند که در این فن از آن منفعتناکتر و مفیدتر رساله نیست. بله، این رساله با خواهش و درخواست نوایی برای آدمان نویادگیر و شخصاً قل محمد اودی نوشته شده و بهترین دستور، بهترین رساله دانستن هم باید حیرت انگیز نباشد. آخر مولانا عبدالرحمن جامی علامه زمان خود بوده تمام علمها را خیلی عاقلانه و ماهرانه فرا گرفته و مخصوصاً علم موسیقی را. چون که از قدیم این علم به عالمان شاعران و دانشمندان یک شاخه خیلی مفید و دلاویز به حساب می رفت. آخر شعر و شاعری را چسان می توان بی موسیقی بی آهنگ دریافت و عباره صوت و کلام شعر و موسیقی خودگواه بران است که یکی بی دیگری وجود ندارد و یک دیگر را پررم می نمایند.
نفس تندان و جان دادی خداوند، که جانها را به تنها داده پیوند. به غفلت گفتنی تن تن در الهان، ز قوالان بود تنهای بی جان. تنی بی جان نهان در خاک بهتر، بساطی زندگان زان پاک بهتر. بر فلک خوش از خود شیوندی اختر بسوخت. شونه ای با همچو برق رانم ملک را پر بسوخت. شونه ای با همچو برق رانم ملک را پر بسوخت. روشنم شد کشتی رو فرهاد شد در سر ساخت. روشنم شد کشتی رو فرهاد شد در سر ساخت. خانه را از آتشی آهم شد و مولبر بسوخت. خانه را از آتشی آهم شد و مولبر بسوخت. افسون رسول زی عاشقان رامون کرد. وایزی افسون رسول زی عاشقان رامون کرد. خواهمش روز زیبر که اوه با منبر بسوخت. خواهمش روز زیبر که اوه با منبر بسوخت. هر کی را دل سوختی تنها نه او را سوختی. بلکی از سوزی دلش سرد دلی دیگر بسوخت. بلکی از سوزی دلش سرد دلی دیگر بسوخت. خوب شد آید شدی هجران شدی از چشم دید. خوب شد آید
از چشم دید شد مرا با این بخور آغوش و بستر بسوخت شد مرا با این بخور آغوش و بستر بسوخت آتش قلم بیرون زد و دفتر بسوخت از قلم آتش قلم بیرون زد و دفتر بسوخت بلکی از سوزی دلش سد دلی دیگر بسوخت رساله موسیقی عبدالرحمن جامی کتابی که گفتیم از مقدمه دو قسمت علم تخلیف و علم ایقا و خاتمه که جمعاً 23 فصل را فرا میگیرد. در مقدمه اساساً درباره ضرورت انشا شدن این رساله و تاریخ علم موسیقی خیلی کوتاه سخن رانده شده است. موسیقی که معنی آن به حسب لغت یونان الحان است نام نهادند. پس موسیقی در اصطلاح علمی باشد که بدانند در آن احوال نغمات را از حیثیت ملایمت و منافرت ایشان با یکدیگر و احوال ازمینه متخلله یعنی خللدار در میان آن نغمات را تا بر رعایت دوری از آن ازمینه که نسبت آن به الحان همچون نسبت وزن باشد به اشعار که زینت دیگر گیرد و رونق هرچی تمامتر پذیرد. لاجرم منقسم می گردد این فن به دو قسم. یک قسم آن که در وی احوال نغمات را بدانند و آن را علمی تالیف گویند و قسم دیگر آن که در وی احوال ازمینه را بشناسند و آن را علمی ایقاع خوانند. و در قسم اول در علم تالیف او نسبت درک و ادراک نغمات، ترکیب و خصوصیت‌های سلسلوی 12 مقام، آوازها، استفاده آن، بم و زیر نغمات، فاصله یا بود، تناسب این واحدها، نغمه و امثال این تحلیل یافته همه جانبه و باریک بینانه از نظر گذرانیده شده. اساسی همه 17 نغمه با ساز عود با پرده بندی این ساز وابستگی دارد. نغمه این عود موزون چون بود، لحن این مطرب به قانون چون بود. در علم ایقاع یا ضرب ریتم که قسمت دویم رساله است، تناسب درازی و کوتاهی آوازها که هر واحدی آن را نقره و جمعش را نقرات میگویند وابستگی دارد. همچنین پیوستگی ضربها و یا ریتمها را که ایقاع نام میبرند
با عروض و قافیه شعر عالیمانه و نازکانه دیده برآمده است و بحث در اطراف سخنی موزون و امثال اینهاست. از مطالعه این رساله برمی آید که مولانا عبدالرحمن جامی از تألیفات الفارابی، ابن سینا و دیگر موسیقی دانان و عالمان خیلی خوب با خبر بوده و رساله موسیقی را تکیه به آنها با دیدی نو، با ذوق و سلیقه خاص خود آفریده. اینچنین او در رساله جا جا رابطه ها و پیوستگی های موسیقی خلق تاجیک را با دیگر قوم ها هم گفته گذاشته است. او در آخر رساله موسیقی همچنین نسبت تأثیر هر نوا، هر مقام را آورده است. چنانکه عشاق و نوا و بوسلیک قوت و شجاعت می بخشد و آوازات از این نوع تأثیر خالی هستند، اما از شعبات ماهیر و نهاوند همین نوع تأثیر دارند در نفوس. اما راست و عراق و اصفهان مفیدی افراطی بسط و فرهند و از آوازات نوروز و گردانیا و از شعبات پنجگاه و زاوود را همین نوع تأثیر است. و اما بزرگو زیرافکند و رهاوی و زنگوله مورثی حزن و اندوهند و از آوازات گواشت و شهناز را و از شعبات حصار و همایون و مبرقع و بستننگار و سبا و نوروز عرب و رقب و اصفهانک و روی عراق را همین نوع تأثیر است. و اما حجازی و حسینی مورثی ذوق و بسته موشتیب به حزن و اندوهند و از آوازات مایه و سلمک و از شعبات نهوفت و نوروز بیات و دوگاه و ازال و اوج و جوزی و نیریز همین نوع تأثیر دارند و صاحب عمل می باید که با هر یک از این مجموع شعر را مقارن گرداند که مناسب اثری آن باشد تا تأثیری آن در نفوس بیشتر و پیشتر باشد. عالم شناخته شادروان اعلیخان افضلزاد در مقاله جامی موسیقی شناس نیز این نقطه ها را آورده است. لیک همین را باید گفت که این رساله را هر بند، هر نقطه، هر اشارهش تفسیر می خواهد، تحلیل می طلبد تا همگان درک نماید. آخر علم موسیقی خیلی نازک و پیچ در پیچ است. از این رو آن را آسان نباید دید. این رساله همچون دستور برای بسیار موسیقیدانان، عالمان و شاعران خدمت نموده و هنگام تالیف و ایجاد رساله های موسیقی رول کلان بازیده است. مولانا کوکبی بخارایی، درویش علی چنگی و دیگران این اثر را همچون دستور و سرچشمه به طرز فراوان استفاده کردند. دوستان عزیز، موسیقی علم است و آن را باید آموخت. به مشکلیش نگاه نکرده باید با شور و شوق آموخت تا آسان نبینیم سرود خواندن را، ایجاد نمودن را. عالم موسیقی درک و احساساتی بلند و دانشی مکمل را طلب می کند. Her kimi gün
حديثي سلسبيل زعلبيل نشين كناو يغنيكنا هر kimi güya hadisi salsabil zanlabil nüşin kinav yad mikne شکر مانده جدا از جدایی ها شکایت میکنه از رقیبان میکنه پهلوتی جانبی چشمی شوخش میکشد تیغ جفا لالی جان بخشش حمایت میکند قتل جان میراچی ها جب زخمی تیز همزه را کفایت میکند جان از آن لبها حکایت میکند توتی از شکری باید میکند ترانه‌های دلانگیز. ای باد حزین چی حال زار داری، دو چشم براه انتظار داری، گهواره و تابوت ز چوبی تری توست، آغاز خوش انجامی نزار داری. ترانه‌ای در دالود ولی اندیشه پرور و حقیقت زندگی. همان زندگی که شب و روز دارد، بهار و خزان دارد، خنده و گریه دارد. این نقطه فلسفه حیات است که شاعر نازکبین سفر امیرخان خیلی نازک و شاعرانه درک کرده است. بی درختی است که از آمد بهار با گل خود از همه پیش مژده دهد لیک حاصل ندهد. گهواره طفل
از چوب بید ساخته شود و تابوت هم از چوب آن. دیگر این که از نوده های آن گوهره میت را پنجره گیرند. همین نقطه از نظر شاعر دور نمانده است. سفر امیرخان شاعری بیهودگوی نیست. کم شعر میگوید ولی سری سخن را بر رشته نظم میکشد. از شعرهای او آگاهی داریم اما خیلی ربایی کم میگفت. سلسله رباعیات او را دیده خیلی خوشحال شدیم. آخر در رباعی سرایی شاعر سخنی تازه را پیدا کرده. دیگر آنکه رباعی سرایی فکری پخته و شاعری دلاگاه را پرستد. رباعیات سفر امیرخان مشاهده های نازک و دیدی باریکی شاعرانه را فرا گرفتند. او سراید می رفتی و از پایت نگاهم می رفت، فریاد و فغان و سوز و آهم می رفت. با پرپری پیراهنی گلدوزی تو، نوری نگه از چشمی سیاهم می رفت. این رباعی گویا در هوای رباعیات خلقی گفته شده است. در نظر برجسته نمی رسد، اما نوری نگاه با پرپری پیراهنی گلدوزی خیلی زیبا و زمینی و صمیمی گفته شده است. شاعر دیدی خود را دارد، سخنی دلی خود را یافته است. فریاد که رفته ای تو از آغوشم، مانده است قدم شموریت در گوشم. شیدای گل روی تو بودم وقتی، آسوده مرو ز تربتی گل پوشم. جدایی، جدایی زیبا ولی گلریز. دلی که عاشق است در فراق یار آه و افغان می کشد. می خواهد بگوید که مرگ عاشق زیبایی و روی خاکش گلهای حسرت رویده. آیا تو می توانی بی پروای و آسوده از نزد آن تربت گلپوش گذر کنی؟ مردم ده دل صاف و نگاهی بیکی ندارند و همه باور دارند، پروای مال و میشال ندارند. سفر امیرخان نیز فرزند ده است و نیکی و پاکیزگی ده چون دلی کودک صاف و بی‌غبار در خیالش مانده. او را خمار آن ایام، آن دوران و سادگی و پاکیزگی دیه می گیرد و صمیمی رباعی گفته: شکیو و خماری باده باشد مرا، پرواز خیال ساده باشد مرا. چون قومی بی قلف و کلیدی پدری، در آینه دلی کشاده باشد مرا. و یا از کوچه ده هرگاهی می گذرم، ایامی بهار بگذرد از نظرم. همسو زی پیراهه باغ چو بهشت، صد برگی سفید و سرخ بود همسفرم. بر یاد شمری رفته بر باد
کشان و بال پرواز کنم هرچند کشان و بال پرواز کنم هرچند کشان و بال پرواز کنم. شاعر وقتی شعر میگوید باید از ضمیر دل سراید، سخنش از دل بیقرارش لبریز شده بیرون آید. شعرهای سفر امیرخان جاده طبع خدا داد است. سخن را نمی بافد، سخن را با آهنگش می سراید. از این رو رباعیات او دلپذیر، خوشنوا و سرشار از عشق است. از همه مهم آن ربایی خود شاعر است که با یک نوگانی یک سخن تازه تولید گردیده. همین است که میگویند موسیقی در خاطر ایجاد معنی میکند. شعر و معنی خاطر را به آوا و ترنم می آورد. سخنهای شاعر سفر امیرخان آهنگنا و باری معنی می کشد. او شاعری پختگوی و سخن سنج است. آلوچه سرسفیدی قامت زده خم، از شبنمی صبحگاه چشمم پرنم. از دور شبیه مادرم میتابی، با کرته سان و گردی اندوهی علم. ربایات شاعر خاطر را به آوا و ترنم آوردند. شعر او زاده درد است، دردی عشق. در آماده نمودن گفتار آزادزادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، صنوبر رحیم زاده، طالبی محمود. خوش باشید. خوش باشید.